الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران گرامی، همدیاران عزیز، بینندگان برنامه آنلاینی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، امروز در این برنامه آنلاینی در موضوع دوستی و برادری می‌خواهیم که با شما صحبتی داشته باشیم و این موضوع چه از نگاه قرآن و چه از نگاه احادیث پیامبر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و چه از سخنان بزرگان دین در بسیار موضوعات تاکید شده است و ببینید که این مسئله بسیار مسئله مهمی و در قرآن خداوند بر ما و شما خبر داده است که به نام خداوند بخشاینده مهربان انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. خداوند در این آیه مبارکه ما و شما را دستور عمل می‌دهد و خطاب می‌کند که همه مؤمنان برادر یکدیگر هستند برای اصلاح یکدیگر. واتقوا الله لعلکم ترحمون، یعنی که خداوند ما و شما را دستور عمل داده ایستاده است که از خدا بترسید تا که خداوند بالای شما رحم کند. انا همین برادری را به جا آوردن و اصلاح بین یکدیگر را رعایت کردن و از خدا ترسیدن، این همه باعث می شود که خداوند بالای همه ما و شما رحم میکند و رحمش ارزانی میارد. پس این آیه مبارکه خود دلیل آن است که همه ما و شما از روی دینداری به یکدیگر برادر هستیم و برادری ما و شما باید که در همه حالت عملی شود، انجام بیابد، رعایت شود. که در این موضوع چنانه که گفتیم در حدیث ها هم پیامبر گرامی تاکید ها کردند و در حدیث ها به ما و شما خبر دادند و در یکی از حدیث ها پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره. در این حدیث پیامبر گرامی ما و شما را خبردار می‌سازد که مسلمان برادر مسلمان است. هیچگاه مسلمان باید برادر خودش ظلم نکند. یعنی ما اگر نظر کنیم امروز ها می‌بینیم در این جمعیتی که زندگی می‌کنیم متاسفانه در بعضی حالت‌ها و یا چی در مهاجرت مهنتی که امروزها فرزندای ما و شما در مهاجرت مهنتی قرار دارند، در بعضی موارد برادرها یکدیگر را در همون مهاجرت و در مسافرت بالای یکدیگر ظلم میکنند، حالا که در این حدیث تاکید شده است که مسلمان برادر مسلمان است. المسلم اخو المسلم لا یظلمه. در یگان حالت در یگان صورت باید که مسلمان برادر خودش ظلم نکند. می شود حالتی که در مهاجرت مهنتی یک مثال بیاریم، بعضی برادرای هستند که برادرای خودشون ظلم میکنن. ظلم به چی صورت؟ یعنی که در یک جای کار میکنن، اما معاششون یا که مزد مهنتشون سری وقت پرداخت نمیکنن یا که از همون معاش برادران یک فایز معین شه به اجازتش و به خبر همون برادر از خود میکنن که این الکی از نگاه این حدیث پیامبر گرامی این الکی ظلم است که این عمل هم قرآن و هم حدیث محکوم میکند. و در دوام حدیث پیامبر خدا ولا یخذله گفتند، یعنی که برادر مسلمان چیکار میکند؟ همیشه دست کمک دراز میکند، در حال ناگوار برادرش قرار نمیدهد، نمیگذارد که در یک حال ناگوار قرار بگیرد. و امروزها میبینیم ما و شما که یک برادری که به یک مشکلی دچار میشود، یک وزنی بالای سرش میآید و به برادرش مراجعت میکند، چی او برادری دینی باشد یا که برادر از روی نسب باشد، یعنی که از حساب یک پدر و مادر باشد. و انا همون برادر وقتی که دو مسلمان به یک دیگر برادر هستند، حتما باید که حاجت این برادرش برآورده کند. به خاطر چی؟ به خاطری که به کمک نگذارد، کوشش کند که حاجتش روانه شود و حاجتش برآورده شود. و اگر ما در این موضوع در همین مسئله ولا یخذله نظر کنیم،
میبینیم در این جمعیتی که زندگی میکنیم بعضا بر روش ما همچون خادمای دین میرسد که دو برادر با یکدیگر در معامله خوب قرار ندارند، حالا که از یک پدر و مادر به دنیا آمدن، از یک بطن به دنیا آمدن، از یک پیستان شیر به دهان گذاشتن، از یک ظرف خوراک خوردن، زیر یک بالین سر گذاشتن. بینید که می شود زمانی که یک برادر دارو است و یک برادر به مشکلی دچار شده است و اون برادر چیکار میکند؟ دستی کمک دراز نمیکند تا که حاجت اون برادر برآورده شود. ولا یحقره، و مسلمان برادر مسلمان در حالتی است که تحقیر نمیکند. مسلمان برادر خود چه تحقیر نمیکند، به آبرو نمیکند، به عزت نمیکند، آبروش نمیریزاند. این سه مسئله ای که پیامبر گرامی در این حدیث بیان کردند برای ما و شما باید بینندگان گرامی حتما باید که دستور عمل باشد و ما در فضیلت دوستی و برادری از نگاه دین مبین اسلام صحبت کرده ایستادیم. ما در دوام باز شما به سوال هایی که می شود پاسخ می گردانیم خدا خواسته باشد. و بینید که همین یک حدیث اگر ما خوب اندیشه کنیم در اطراف یک حدیث که سه مسئله مهمی را که پیامبر خدا گفتند مسلمان برادر مسلمان است، زمانی که ظلم نکند برای بالای مسلمان و زمانی که به کمکش نگذارد، یعنی که دستی کمک دراز کند در حالت تنگ دستیش و ناداریش و آبرو اعتبارش پس نکند، هیچگاه گمانی بد نکند نسبت یک برادرش. این حدیث برای ما و شما را باید که دستور عمل باشد. پس همین است بینندگان گرامی، امروز ما و شما را می‌سازد که حتما چی از برادرایی که از روی نسبی است و چی برادرایی که از روی دینداری با ما و شما برادر هستند، همین برادری ها، همین دوستی ها باید که رعایت شود. و در دیگر حدیث می آید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ببینید که یک برادری و اخوت وقتی که انجام می یابد عملی می شود، این برادری و این دستی کمک دراز کردن باعث کمک پروردگار می گردد که در حدیث آمده است والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. پیامبر گرامی در این حدیث می فرمایند که خداوند در کمک بنده قرار دارد مادامی که بنده در کمک یک برادرش باشد. و ما و شما امروز ها میبینیم بعضی نفرها افرادایی که به چه مشکلی ها دچار میشوند، اگرچه از دنیاداری دنیای زیاد هم که داشته باشند، اما میشود یک حالت هایی که به یک مشکلی هایی که اون مشکلی به پول برطرف نمیشود، به مال دنیا برطرف نمیشود. و این حدیث دلیل اون است که خداوند در کمک بنده قرار دارد مادامی که بنده در کمک برادرش باشد. ما و شما امروز اگر که به کدام یک مشکلی که روبرو میشویم خدای نخواسته کوشش کنیم که طبق این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عمل کنیم و برادرایی که با یگان مشکلی که دچار میشوند حتما دستی کمک دراز کنیم. وقتی که ما دستی کمک دراز میکنیم و برادری ما در عملی میکنیم انجام میدهیم و همین کمک کردن ما، دستگیری کردن ما برادر مؤمنه باعث چی میگردد؟ باعث آن میگردد که خداوند بالای ما و شما رحم میکند، شفقت میکند و خداوند بالای ما و شما رحمت چه ارزانی میارد. هستن امروز بسیار افرادی که در جامعه شکایت میکنن از تنگ دستی، از ناداری، از خوب نبودن کار و فعالیت، چون بر زمینه که از دنیا به مقدار معین دنیا دارن. برای این گونه نفرا دستور و پیشنهاد ما هم همین است که کوشش کنیم که همیشه در کمک یک برادر مسلمان من قرار داشته باشیم و همین کمک کردن برادر باعث کمک پروردگار می شود بالای ما و شما. و در حدیث آمده است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیثشون میفرمایند مؤمن کامل نیست یکی از شما تا اینکه دوست ندارد برای برادرش آن چیزی را که دوست می‌دارد برای خودش.
و انا همین دوست داشتنی هر چیزی که برای خودمون دوست می‌داریم و باید برای برادرمون دوست بداریم تا زمانی که هر چیزی را که از دنیا از آخرت برای خودمون دوست می‌داریم برای برادرمون که دوست نداریم، ایمان ما و شما کامل نمی‌شود، مؤمن کامل به حساب نمی‌رویم. یکی از انا همون شرط‌های کامل شدن و پررشیدن ایمان یک شخص مسلمان زمانی بوده است که هر چیزی را که برای نفس خودمون دوست می‌داریم حتما برای برادرمون هم باید که دوست بداریم. امروز ها می شود در بین برادرها بعضی برادری است که از روی دنیاداری یک برتری دارد، پیشرفت دارد و برای آن همون برادرها ضرور است که دیگر برادرهایی که از روی دنیاداری دستشان کوتاه است حتما هر چیزی را که از روی خانه‌داری باشد، از روی دسترخوانداری باشد، از روی آبروی عزت باشد، هر چیزی را که برای خودش اون برادر مهیا میکند و دوست می‌دارد که همین شرایط مهیا باشد، حتما برای برادرش هم آماده کند تا که همین عمل سبب می شود که ایمان این برادر کامل شود. پس بینیم که بینندگان گرامی چی آیه مبارکه که تلاوت کردیم این خود دلیل آن است و چی احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان کردیم، همه این دلیل آن است که ما وقتی که برادری خدا احترام میکنیم، دستگیری میکنیم، بالای برادر ظلم نمیکنیم، آبروش نمیریزانیم و به کمک نمیگذاریم، همیشه از حال و احوالش با خبر هستیم، در این مورد پیشروی و کامیابی هم دنیا و هم آخرت خداوند بر ما و شما ارزانی میارد. و چنانه که در آیه مبارکه هم که گفتیم که از خدا بترسین تا که خداوند بالای شما رحم کند. زمانی که ما با یک برادر مسلمان ما برادری را عملی میکنیم، انجام میدهیم و کوشش میکنیم که برادری ما از روی همون دستوراتی که در قرآن و در حدیث آمده است از اون بیرون نباشد، همین عمل ما و شما باعث می شود که خداوند رحمت بالای ما و شما میارد. وقتی که رحمت خدا بالای انسان آمد تا که خداوند رحم کرد، به سبب همین عمل ها انسان می تواند که از تمام مشکلی هایی که هست از بالای سر انسان رفع شود، دور شود و انسان خداوند در دنیا چی از روی عبادت باشد، چی از روی امارت باشد، چی از روی بندگی باشد، چی از روی معاملات باشد، چی از روی آبرو اعتبار در جامعه باشد، البته که انسان کامیاب و موفق می شود. پس همین از ما و شما را می سازد که طبق دستوراتی که قرآن و احادیث و انا همون گفته بزرگانی که ما و شما را تاکید کردن در این مسئله ها، ما باید که حتما عمل کنیم. و در دیگر حدیث آمده است در مسئله همون عیادت کردن یا زیارت کردن یک برادر، از حال و احوالش با خبر شدن چقدر فضیلت و درجات دارد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من زار اخا له فی الله ناداه منادی ان طبت و طاب ممشاک. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث شون میفرمایند شخصی که زیارت کرد یک برادرش را از برای خدا زیارت کرد از برای خدا، گوینده و فریاد کننده از آسمان به او میگوید چی خوش خوب گشتی و خوب گشت قدم و قدم زنی تو. ببینید که از آسمان ندا می آید برای همون شخصی که یک برادرش از برای خدا رفته از حال و احوالش خبر میگیرد و همین سبب می شود که از آسمان فریاد کننده و صدا زننده صدا میکند که چی خوب و خوش گشتی، یعنی که همین عمل تو بسیار قابل قبول درگاه پروردگار شد و چی خوب گشت قدم زدن تو، یعنی که هر قدمی که در همین عیادت کردن یا زیارت کردن برادر مؤمن این شخص گذاشته است در نزد پروردگار، در نزد آفریدگار قدر و منزلت
خاصی خودش دارد. یعنی که ما در ظاهر این حدیث اگر نظر کنیم، یک شخص برادرش رفته عیادت میکند، خبر میگیرد، از حال و احوالش با خبر میشود، ما فکر میکنیم که خوب که وظیفه انسانی من است که رفته از حال احوالی برادرم با خبر شدم. اما این خبر گرفتن، زیارت کردن، باز از نگاه دین مبین اسلام چقدر فضیلت و درجات دارد. میبینیم که از آسمان صدا کننده و فریاد زننده صدا میکند که چی خوب و خوش گشتی، یعنی که چی حالت خوب بالایت است، چی قدم های تو خوش گشت در روی زمین، و هر قدمی که گذاشته به سوی خانه اون برادر که انسان که رفت، البته که انسان با چندین اجر و حسنات خداوند در نامه اعمال این شخص کتابت میکند. و دوستی و برادری گفتیم موضوعی که ما در مسئله دوستی است. لبای و علیکم السلام و رحمت الله. خب گوش میکنم صوت. خب بعضی برادرها هستن که پولدار و مالدار هستن، از روی پولداری مالداری. سوال شما هم میخوام، بعضی برادرها هستن که از حساب پولداری و مالداری، نسبداری، در بعضی حالت با برادراشون قطع میکنن رفت آمدشون. همین خیلی سلامت باشین. خب رفتی صحبت باز سوال ها شدن میگیرد، ما به نوبت جواب میگردونیم. و همین حدیثی که بیان کردیم این خود دلیل اون است که هر قدمی که ما شما میگذاریم به سوی خانه دوست و برادرمون، البته این همه پاداش و فضیلت و درجات است. و ما شما میدونیم که ما در دنیا حتما باید که دوستیمون به خاطر رضامندی پروردگار برقرار کنیم، که در یکی از قولهای حضرت لقمان که به فرزندش گفتند که ای پسرکم صله رحمی را با خویشاوندان پیوسته صله رحمی کن و با برادرانت احترام بگذار. یعنی که صله رحمی با خویشاوندان و احترام با برادرانت پیوسته باشد. و همین صله رحمی و همین احترام کردنی پدر و احترام کردنی یک دوست، یک رفیق، انسان چکار میکند؟ با صاحب فضیلت و درجات زیاد میگرداند. پس همین از قومای محترم ما باید که حتما کوشش کنیم که برادری و دوستیمون از برای خدا باشد. در اینجا یک برادر سوال کردن، سوالشون همین بود که برن یا که از روی نسبداری برادریشون دوستیشون قطع میکنن، بعدی که پولدار میشوند یا که از حساب نسبشون با برادراشون و دوستاشون دوستی را برقرار نمیکنن. این سوال دهنده برادر سوال کرده است که از نگاه دین مبین اسلام چی است؟ البته که علما بیان میکنن که استکثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعه فلعلك تدخل في شفاعه اخیه. یعنی که بسیار کنین گفتن علما دوستاتون، رفیقاتون، رفیقایی که به تحقیق هر یک رفیق، هر یک دوستی که به خاطر خدا دوستی میکند در روز قیامت میتواند که شفاعتگری یکدیگر باشند. و ما در یکدیگر حدیثی میدونیم که پیامبر گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. یعنی که 7 گروهی است که در روز قیامت خداوند در زیر سایه عرش خودش جا میکند، مگر هم که در اون روز غیر سایه عرش خدا دیگر سایه وجود ندارد. یکی از همون 7 گروه یکیش همون است که و رجلان تحاب فی الله اجتمع علیها و تفرق علیها. دو مردی که با یکدیگر به خاطر خدا دوستی میکنند و به خاطر خدا از یکدیگر جدا میشوند. یعنی که امروز ما مراجعت ما هم برای تمام مردمی
کشور عزیزمون همین است که وقتی که یک دوستی میکنین به خاطر خدا باشد، یک جا جمع میشوین به خاطر خدا یک جا جمع شیم، وقتی که از یک دیگر جدا هم که میشویم به خاطر خدا جدا شویم، که همین دوستی ما به خاطر خدا که شد، یا که چنانه که قول بزرگا را که گفتیم که ما و شما را تاکید میکنن که دوستان زیاد، دوستانی که از برای خدا دوستی میکنن دوستان زیاد پیدا کنین تا که این دوستا در آینده شاید که یکیشون شفاعتگری شما باشند. به همین خاطر ما به خاطر خدا دوستی کنیم، به خاطر که نه پول باشد و نه مال باشد. و اون برادرانی که از روی پولداری و صاحبکاری یا که این متاسفانه نه در همه دیده می شود، بعضی وقت دیده می شود. بخشش لبای و علیکم السلام و رحمت الله. گوش میکنم سوالتون. بین دو دوست برادریشون به خاطر یگان کمبودی قطع میکنن. سلامت باشین. این بر سوالی بعدی. و همین دوستی و برادری که در دنیا به خاطر خدا بود، البته که همون قدر قوت دارد که در روز قیامت دوستی خودش از همون حالت ناگوار که بینین در روز قیامت انسانیت خداوند وقتی که دوباره زنده میکند، از همون گرمای آفتاب این دوستی که به خاطر خدا بود، خداوند همین دو دوست از گرمای آفتاب گرفته زیر سایه عرش خودش برده جا میکند که این البته که فضیلت و درجات است. پس ما و شما را میسازد که هر آینه به خاطر خدا دوستی کنیم و به خاطر خدا یکدیگر را دستگیری کنیم و کوشش کنیم که در همه حالت در پهلوی یکدیگر قرار داشته باشیم. این بود سوال یکمی که برادرمان سوال کردن. و سوال دومی که الحال دادن برادر این است که بین دو برادر، دو دوستی که با نخواست از روی نافهمایی یگان کمبودی اظهار میزند و این برادرها چیکار میکنن؟ همون دوستیشون قطع میکنن. در این مورد حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عفو یحب العفو، یعنی که خداوند بخشنده است و بخشنده ها را دوست می‌دارد. یعنی که ما و شما باید کوشش کنیم که یکدیگر را بخشش کرده توانیم، از کمبودی عذر یکدیگر گذشت کرده توانیم، طبق این حدیثی که در الحال ما بیان کردیم. لبای و علیکم سلام. نفهمیدم. یعنی که برادر بالای برادر چی حق دارد از نگاه اسلام؟ برادر بالای برادر چی حق دارد از دیدگاه اسلام؟ همین خیلی سلامت باشید. سوال نوبتی بود. ما در اطراف سوال دوم سخن میکنیم. یعنی که خداوند بخشنده است و بخشنده ها را دوست می‌دارد و ما و شما هم 70 عذر یک برادر را پیش کنیم و از برادر ما باید که آزرده نباشیم، ملال نشویم. یعنی که امروز یک برادر ما را به یک خدمت زنگ میزند و یک حاجت چه پیشکش میکند، وقتی که ما حاجت چه برآورده نتوانستیم در سری وقت در همون ساعتی وعده شده، ما در حال رابطه مون با اون دوست کنده نکنیم. یعنی که فکر کنیم که شاید همون حاجت ما را از روی یگان مشکلی داشت که نتوانست برآورده، شاید که در خانه یگان بیماری داشت که پس بیماری سرگردان بود، یا اینکه در خدمت پدر و مادرش قایم بود که وقتی خالگی پیدا نکرد تا که حاجت ما را برآورد. همین 70 عذر پیش کرده بعداً ما از برادرمون اگر ملال شویم بعد شریعت اجازت میدهد، لیکن 70 عذر ما باید که برای خودمون پیش کنیم تا که دوستی ما، برادری ما قطع نشود. و انا همین بخشایش یکدیگر، بخشیدن یکدیگر را ببینید که در حدیث قدسی آمده است که خداوند حضرت یوسف علیه السلام هم میفرماید که میگوید که ای یوسف، سبب عفو تو بود از برادرانت
که بلند شدن مرتبه تو را در زبان تمام دوستان من ذکر میکنم گفته در حدیث قدسی آمده است. یعنی که شما میدونین از قصه حضرت یوسف علیه السلام که در قرآن در یکی از سوره های سوره یوسف آمده است، زمانی که حضرت یوسف علیه السلام زمانی که طفل بودن، خردسال بودن و برادراش در چاه انداختند و مجردی که برادرای بزرگ سالشون حضرت یوسف علیه السلام در چاه انداختند، حضرت یوسف همون زمان برادراشون بخشید، گذشت کرد از کمبودیشون و بعد از جدایی تقریبا 30 و چند سالی که از یکدیگر جدا بودند این برادرها، بعد از زمانی که یکجا شدند و برادرها آگاه شدند که حضرت یوسف علیه السلام در حال حیات قرار دارد، از همون رفتار و کردارشون بسیار ناراحت شدند برادرای کلان که با یوسف چی معامله کرده بودند و گفتند که ای برادر خردی ما، اون رفتار معامله که با تو کرده حق دارن بالای یک دیگر. حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که حق المسلمی علی المسلم خمسون، انا حق مسلمان بالای مسلمان 5 است. یکم حق مسلمان همین است که وقتی که یک مسلمان سلام میدهد جواب سلام گرداندن، این حق مسلمانی است که حق یک برادر بالای یک برادر است، حتما باید جواب سلامش گردانده شود. و دوم حق مسلمان بالای مسلمان همین است. لبه و علیکم السلام. خواب گوش میکنم. معامله دو دوست بین یکدیگر معامله. سلامت باشید. دو دوست. سوال نوبتی همین بود است که معامله دو دوست بین یکدیگر از دیدگاه اسلام چی باید باشد؟ و برادر بالای برادر چی حق دارد؟ یکم حقش همین است که هر وقت که سلام داد جوابی سلامش علیک گرفتن است. و دوم حق برادر بالای برادر همین است که زمانی که برادر بیمار می شود عیادتش بر ما واجب است که این حق برادر مسلمان بالای برادر مسلمان است. و ما شما از حدیث میدونیم هر زمانی که هر لحظه‌ای که ما هر قدمی که گذاشته می رویم برای عیادت یک برادر بیمارمان، در هر قدمی ما و شما اجر و حسنات و پاداش کتابت می شود. و سیوم حق برادر بالای برادر این است که اگر بناخواست به گوش ما رسید که فلان برادر من از دنیا گذشته است، حتما ما رفته چیکار کنیم؟ در جنازش اشتراک کردن. این هم یکی از حقهای برادر بالای برادر است. و دیگر حق برادر بالای برادر این دعوت یک برادر را قبول کردن است. لبه و علیکم سلام. 224 21 224 25 11. بله. و پنجم حق برادر بالای برادر این همون هر وقت که یک برادر ما و شما را دعوت میکند، ما دعوت برادر مون چیکار کنیم؟ قبول کنیم. دعوت برادر را قبول کردن واجب است. لبه خط علاقه کنده شد. و ببینید که در این حد سوالی بعدی معامله دو دوست چگونه باید باشد؟ با برادر چگونه باید باشد معامله دو دوست؟ لبه خب همین شما زنگ زدین سوالتون نگین. معلش. خب سلامت باش. خب
خب سلامت باشید. سوال همین بود که معامله دو برادر باید چگونه باشد. معامله دو برادر حضرت عمر فرمودند وقتی که یک برادر ما نمیدیدیم در حال میپرسیدیم که فلانی برادر ما نیست در جمعیت ما، در حال به خانهش روانه میشیدیم و وقتی که داخل خانه میشیدیم و میدیدیم که اگر برادری ما بیمار است چیکار میکردیم؟ عیادتش میکردیم و این عیادت میشد. و اگر برادری ما به کدام یک کار مشغول میبود وقتی که ما کمکش میکردیم برای برطرف کردن کاروباری خانوادهش، این الکه یک دستگیری برادری مسلمان میشید. و اگر از اینها بیرون میبود یعنی که اون برادر بیمار نبود یا با کدام مشکلی روبرو نبود، یگان کاری نداشت، یعنی که از این بیرون که باشد چه حالتی در که قرار داشته باشد از این حالت بیرون این الکه چی می شود؟ یک زیارتی برادر. یعنی که ما معامله مون با برادرات همین خیلی گذاریم که همیشه از حال و احوالشون با خبر باشیم. یعنی اگر که در مسجد ندیدیم در حال به سراغش رویم، اگر در جای جمعیتی یک جا کار میکردیم همکاری ما است، یک روز که نیامد در حال با طریق تلفن هم که باشد الحال یگان مشکلی نیست، از حال احوالش با خبر باشیم که شاید در خانهش خودش بیمار است یا یگان بیماری دارد یا که یگان مشکلی با یگان مشکلی روبرو شده است. همین حالت ما چیکار کنیم؟ باید که برادری خمونه عملی کنیم، به همین صورت برادریمون دوام بدهیم. یا که اگر بیمار باشد در پیشتر چنانه که قید کردیم در خبر گرفتن بیمار چقدر اجر و پاداش و فضیلت است و ما و شما از همین فضیلت ها برخوردار میشویم. و دیگر سوالی که برادر کردن در اینجا در مسئله معامله، یعنی که ما در این موضوع در این مسئله گفتیم که باید طبق حدیث و طبق قرآن عمل شود. لبای و علیکم السلام و رحمت الله. خب برادرایی که این در مهاجرت در بیرون کشور. خب سلامت باش. سوال نوبتی برادر همین است که برادرایی که از کشور بیرون هستند با اون برادران مثال امروز بسیاری مردم ما در مهاجرت مهنتی در دولت روسیه قرار دارند و یا اینکه در دولت غرب و اروپا کار و فعالیت میکنند. یعنی که با اون گروه مردم برادری کردن آیا از نگاه اسلام جایز است؟ البته جایز است که ما چون که ما 5 نمودی برادری داریم، 5 نوعی برادری است. یکم برادری از روی دینداری می شود که الحمدلله ما و شما امروز در سرزمین ما همه مسلمان است، همه دیندار است و نظر کنیم در مسئله همسایه هایی که داریم با اون همسایه ها ما برادری میکنیم، چه مردم ازبکستان باشد، قزاقستان و قرقیزستان، اینها برای ما و شما برادری دینی هستند، یعنی که از روی دینداری با ما برادر هستند. و دوم نوع برادری این برادری از روی نسب می شود که چند نفر با یکدیگر برادر هستند از حساب نسب، یعنی که پدر و مادرشون یکی است، از یک پدر و مادر به دنیا آمدن. این می شود البته که برادری نسبی. و سوم می شود برادری رضایل، یعنی 2 نفری است که از یک مادر پیستان به دهان گرفتند. ما باید که این برادریمون هم رعایت کنیم، کوشش کنیم که این برادریمون طبق دستورات قرآن و احادیث انجام بیابد. و چهارم همون برادری، چهارم برادر و برادری که پدر یک یا مادر یک، پدر جدا مادر جدا، یعنی که از یک پدر هستند و باید که یک نوعی دیگری برادری است. و پنجم برادری جنسی است. برادری جنسی همین است که اون برادر با ما دیندار نیست، یعنی که از برادر
مذهبی نیستیم، برادر رضایی نیستیم، هم تنها یک برادر جنسی هستیم که بین ما جنسیت هست، اونم از جنس انسانیت هست. یعنی که امروز در همون چیز مهاجرت مهنی زیادتر به چشم میرسد این حالت ها. در اون حالت البته که توصیه ما هم همین است و مصلحت ما هم همین است که ما چیکار کنیم؟ کوشش کنیم که با اون برادرها برادری داشته باشیم. به خاطر چی؟ به خاطر اونی که ما امروز در همون دولت چی روسیه و که دیگر دولت ها در مهاجرت مهنتی قرار داریم. کوشش کنیم که با اون مردم در مناسبت خوب قرار داشته باشیم. یعنی که با لفظ امروزه که ما همون مردم برادر گفته مراجعت میکنیم یا که در یک کارخانه کار میکنیم، یگان اشکال یگان مشکلی ندارد از نگاه قرآن و سنت. این بود برادران همون موضوع امروز در برنامه آنلاینی مرکز اسلامی که موضوع ما موضوع دوستی و برادری بود و چندین از برادرها در اینجا سوال ها را پیشنهاد کردند و با قدر امکان ما به این سوال ها پاسخی خود پیشنهاد کردیم و باوری داریم که ما با شما در آینده باز در این برنامه ها باشیم و دیگر استادا هم که باشند باز با شما صحبت ها آراسته خواهیم کرد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.